سلام همراهان عزیز، امیدوارم همگی خوب و سلامت و عافیت و سری حال هستید. هر جای باشید خوشحال و خوشنود بمانید. امروز عزیزان میخواهم یک داستان و یک حکایه خیلی زیبا و جالب را از حضرت سعدی شیرین سخن پیشکش شما عزیزان گردانم. حضرت سعدی در کتاب ماندگار و جاویدانه خود گلستان یک حکایه دارند، نقل میکنند که مرد یک دختری بسیار زشت داشت. یک دختری از نگاه جمال و حسن بسیار گویم بیزیب داشت و خواستگارا هیچ کی نمی آمد و چند سال از بین می گذرد. دخترم سال خورده می شود و یک روز یک مرد نابینای به خواستگاری می آید و پدر دختر هم دخترش را به این مرد نابینا می دهد و زندگی خوب را آغاز می کند. در بین چند روز می گذرد، چند ماه می گذرد و یک روز دختر طرف شوهرش یعنی مرد نابینا از زیبایی خود صفت می کند. حضرت سیدا می گویند که هر که خود را می کند در بزم نادانان صفت، پیش کوران دعوای صاحب جمالی می کند. این دختر زشت هم در نزد این مرد نابینا بسیار صفت می کند که من قاشای پیوستی بسیار زیبا دارم، چشمای شهلا دارم، رخساره و عارض و لقای من خیلی زیباست. افسوس که تو به بینایی قادر نیستی که این زیبایی مرا ببینی. در دل شوهرش یعنی مرد نابینا یک علنگه بیدار می شود و این مرد نابینا تلاش می کند و نزد طبیب ها می رود، نزد پزشکان می رود. خلاص یک روز یک نفر یک طبیبی را پیدا می کند که او می گوید این نابینایی تو دوای بینایی دارد، من می توانم تو را معالجه کنم تا اینکه تو بینا شوی. مرد در این سخن طبیب بسیار خوشحال می شود و خوشحالانه نزد همسر خود می آید و می گوید که رفیق زنک، من دکتر پیدا نمودم، طبیبی را یافتم که او چشمای ما را معالجه می کند و من آن زیبایی تو توصیف کردی آن را با چشمان خود می توانم ببینم. زن هم خرسند می شود و به نزد پدرش می رود و از پدرش خواهش می کند که کمی مبلغ دهید تا اینکه شوهر من بیناییش را به دست آورد. و پدر دختر می گوید هیچگاه این کار را نکن. اگر شوهر تو بینا شود حتما از تو جدا می شود. این کار را هیچگاه نکن. یعنی شوی زنی زیست مردی نابینا به، میگن حضرت سعدی. در نقل این حکایه، با نقل این حکایه عزیزان من میخواهم با شما چی بگویم. اینجا پدر دختر و این نابینا اینا هر سه رمزن. اینجا حضرت سعدی میگویند که پدر دختر رمز نفس است، نابینا این همان عقل است. یعنی وقتی که نفس نمیخواهد که عقل بینا شود تا اینکه آن همه زشتی ها، کثیفی ها، آن همه بیزیبی های اطراف را ببیند، نفس مانع ایجاد میکند. نفس به عقل ما میگوید که عقل خود را غم نده، این خیلی زیباست. چون تو نابینا باشی همه چی برای تو زیبا است. برای یک نابینا رنگ ارزش ندارد، زیبایی ارزش ندارد، چون نمیبینه. اگر ببیند آن رنگ و زیبایی ها ارزش پیدا میکنند. به همین خاطر عزیزان همواره ما باید تلاش کنیم که عقل ما بر نفسمان غالب آید
تا اینکه واقعیت ها را ببینیم. با هر گونه چیزهای زشت علاقه برقرار نکنیم. یعنی بینایی عقل است که ما را از کمبودها، از نارسایی ها، از زشتی ها آگاه می سازد و ما با بینایی شعور و عقل می توانیم که زشتی ها را از خود دور کنیم و به زیبایی واقعی برسیم. این را می خواستم عزیزان پیشکش شما کنم و اگر چیزی فهمیدید و یا به این داستان مانند چیزی را می دانید، لطفاً شما هم در کامنت به اشتراک بگذارید تا اینکه ما هم بهره مند شویم. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.